سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و میلیتاریست های گرامی. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو برای تماشا انتخاب کردید و در تلاشیم تا بهترین های نظامی فارسی رو برای شما عزیزان آماده بکنیم. جدیدا متخصصین امر از هوش مصنوعی سوالی رو پرسیدن که در یک نبرد شبیه سازی شده بین ایران و اسرائیل چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. با ما تا پایان همراه باشید تا به مقایسه قدرت نظامی ایران و اسرائیل در یک نبرد احتمالی بپردازیم و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. نبرد شبیه سازی شده بین ایران و اسرائیل به عوامل مختلفی از جمله سطح توان نظامی دو کشور، استراتژی اونها و نوع سناریوی نبردی که شبیه سازی میشه بستگی داره. توی یک نبرد زمینی هر دو کشور پیاده نظام، تانک‌ها و تسلیحات پیشرفته رو آموزش دادن. ایران نیروی نظامی بیشتری نسبت به اسرائیل داره، اما ارتش اسرائیل از نظر فناوری پیشرفته‌تر و مجهزتر به حساب میاد. توی یک نبرد هوایی اسرائیل نیروی هوایی گسترده‌تری از جمله جت‌های جنگنده پیشرفته و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین و سیستم‌های دفاع موشکی داره. ایران نیروی هوایی نسبتاً کوچیک‌تری داره، اما موشک‌های بالستیک داره که در صورت استقرار میتونن خسارت قابل توجهی به بار بیارن. به گفته کارشناسا و تحلیلگرا ایران دارای موشک‌هایی هستش که قادر به رسیدن به اسرائیل هستن. با این حال اینکه آیا اونها توانایی نابودی کامل اسرائیل رو دارن یا نه موضوعی در حد حدس و گمانه. همچنین توجه به این نکته مهمه که همچین سناریوهایی مطلوب نیستن و باید از طریق راه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات اجتناب بشه. توی یک نبرد دریایی ایران دارای نیروی دریایی قابل توجه‌تری از جمله قایق‌های کوچیک خط، زیردریایی‌ها و موشک‌های کروزه. اسرائیل نیروی دریایی کوچکتری داره، اما توی فناوری‌های دریایی از جمله سامانه‌های دفاع موشکی و کشتی‌های جنگی پیشرفته‌تر به حساب میاد. ایران هم از نظر تعداد شناورها و هم از نظر پرسنل نیروی دریایی قوی‌تری نسبت به اسرائیل داره. ایران دارای ناوگان ترکیبی از کشتی‌های سطحی و زیردریایی هستش که در مجموع حدود 240 شناور از جمله 8 تا زیردریایی داره. نیروی دریایی ایران عمدتاً به خلیج فارس و آب‌های اطراف اون متمرکزه. هدف اولیه نیروی دریایی ایران حفاظت از آب‌های سرزمینی ایران و تامین امنیت کشور. از طرف دیگه اسرائیل نیروی دریایی کوچیکی داره، اما از نظر فنی یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای دریایی جهان به حساب میاد. هوش مصنوعی در ادامه گفته که اسرائیل در مجموع 5 زیردریایی از جمله 3 زیردریایی پیشرفته کلاس دلفین داره. نیروی دریایی اسرائیل بر دفاع در برابر دشمنان چه در دریا و چه در زمین متمرکز شده. اسرائیل اهمیت زیادی برای استفاده از فناوری پیشرفته در تسلیحات دریایی خودش به ویژه در سیستم‌های موشکی خودش قائله. در خاتمه ایران و اسرائیل هر دو دارای قابلیت‌های دریایی قابل توجهی هستند، به طوری که ایران ناوگان بزرگتری از نظر کشتی‌ها و پرسنل داره، در حالی که اسرائیل از نظر فناوری پیشرفته‌تره. با این حال تعیین اینکه کدوم یک دارای نیروی دریایی قدرتمندتر هستند کاملاً به استاندارد مورد استفاده برای ارزیابی بستگی داره. به طور کلی یه نبرد شبیه سازی شده بین ایران و اسرائیل پیچیده و چند وجهی خواهند بود و هر دو طرف از نقاط قوت خودشون در عین تلاش برای کاهش نقاط ضعف خودشون استفاده می‌کنند. هوش مصنوعی در ادامه گفته که نتیجه همچین نبردی رو با قطعیت نمیشه پیش بینی کرد. ایران از دهه 1980 در حال توسعه موشک‌های بالستیک هستش و در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته. این کشور مدعیه که طیف گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک رو در اختیار داره که میتونه انواع مختلفی از اهداف استراتژیک رو هدف قرار بده. هوش مصنوعی در رابطه با مقایسه توان موشکی گفته که از قوی‌ترین موشک‌های ایران موشک‌های سجیل و قدر هستش که هر دو بردی بیش از 2000 کیلومتر دارن و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو دارن. ایران همچنین دارای چندین نوع موشک کوتاه برد مثل فاتح 110 که برد اون 300 کیلومتره. از طرف دیگه اسرائیل از دهه 1960 موشک‌های بالستیک رو توسعه داده. به طور گسترده اعتقاد بر این هستش که بعضی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های موشکی در جهان رو در اختیار داره. قوی ترین موشک این کشور جریکو 3 هستش که برد اون حدود 8000 کیلومتر گزارش شده و گفته میشه که قادر به حمل کلاهک هسته‌ایه. اسرائیل همچنین چندین سامانه موشکی کوتاه برد داره مثل ارو 3 که برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا طراحی شده. به طور کلی هم ایران و هم اسرائیل سرمایه‌گذاری زیادی در برنامه موشک‌های بالستیک خودشون کردن و در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشتن.
مقایسه دقیق توانایی‌های موشک‌های هر کشور بدون دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده خیلی سخته، اما واضحه که هر دو کشور سلاح‌های قدرت در ذراتخانه‌های خودشون دارن. چیزی که تا اینجای کار مشاهده کردید، پیشبینی و مقایسه هوش مصنوعی از توان نظامی ایران و اسرائیل در یک نبرد شبیه سازی شده بود. نشانه‌های فناوری در خصوص تحقق همچین احتمالی وجود داره که در برهه‌های اخیر به شدت بالا بگیره. اسرائیل در حال آماده سازی خودش و دادن تمرین‌های لازم به ارتش و نیروی هواییش واسه اجرای همچین عملیات علیه ایران هستش و در این حال حملات خودش علیه نیروها و شبه نظامیان نیابتی ایران در سوریه رو هم متوقف نکرده. ایران که اسرائیل رو به عنوان دشمن دیرباز و تاریخی خودش قلمداد میکنه، به دلایل برخواسته از ایدئولوژی مذهبی در طول 40 سال گذشته همیشه تهدید به نابودی اسرائیل کرده، اما تهدید مقابل اسرائیل علیه ایران در شرایط کنونی نشأت گرفته از دلایل صرفاً ایدئولوژیک نیست، بلکه بر مبنای محاسباتی هستش که در ارتباط با میزان نفوذ ایران بوده و مبتنی بر دستیابی ایران به قدرت هسته‌ای. رجزخوانی‌های نظامی ایران اسرائیل با توجه به پیشرفت گفتگوهای وین بالا گرفته و اسرائیل از احیای برجام ناخشنوده. مسائلی مثل موشک‌های بالستیک ایران یا نفوذ منطقه‌ای این کشور در دستور کار آمریکا و ایران قرار نداره. همه اطراف مذاکره کننده و ناظران به خوبی واقفن که فکت‌های کنونی خیلی فراتر از موضوع بازگشت به برجام و فواید مرتبط با اون هستش. به همین دلیل هستش که مناسبات بین طرف‌ها تا به این حد دچار تردید و دودلی هستش. اسرائیل و به همراه اون آمریکا تاکید دارن که بازگشت برجام به منزله یک شکسته و بنابراین احتمال بروز برخورد نظامی در رأس دستور کار هستش. ایران هم با در پیش گرفتن تهدید علیه اسرائیل و قرار دادن اون به عنوان دشمن اصلی در رزمایش‌های اخیر پیامبر اعظم نابودی راکتور اتمی دیمونا رو شبیه سازی کرده. اسرائیل گفته که مواضعی رو در ایران هدف قرار خواهد داد. اسرائیل این رو صراحتاً عنوان کرده و در حال برنامه‌ریزی برای اون هستش. ایران در منطقه خلیج فارس رو در روی تمامی نیروهای جهان خواهد ایستاد. این در حالی هستش که توانمندی‌های ایران در یمن به شدت نشون داده شده و به عنوان یک جبهه از پشت عمل میکنه. ایران بعضی از توانایی‌های خودش رو هم در عراق نشون داده و در سوریه هم از دشمن زهر چشم گرفته. با این حال باید دید که آینده آبستن چه اتفاقاتی خواهد بود. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. ممنون از اینکه تا پایان ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.